سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه یوتیوب و فیسبوک. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و روز 3 ینوری سال روان دیدیم که مولی رحمانوف به شهر توسنزاده سفر کرد و یک چند ساختکاری هایی که به مردم نشان داد در تلویزیون تاجیکستان و نشان داد که مردم چیکار میکنن، دهقانان چخیل اصیلن و یک چند ساختکاری هم نشان داد، رفت رسم گرفت در تپلنیتسه های مردم و در یک باغ درمد گویا که تو هنوز در ماه ینور باغ در این زمستان هست و ما حاضر ساختکاری های رحمانوف در نوار میبینیم و خودتون هموطنان عزیز تماشا کنید ساختکاری های رژیم رحمانوف. В январе виноград здесь можно увидеть не только в холодильниках. Это настоящее чудо. Зимой здесь зреет виноград. Для ягод созданы все условия. Каждая гроздь бережно укутана в целлофан. Этот виноград свои полезные свойства и вкусовые качества будет сохранять еще несколько месяцев. Собирать его можно вплоть до весны. Победа, шахуна, кишмиш белый и черный – одни из самых популярных сортов. В соседнем хозяйстве стараются выводить новые. خب برادرای عزیز، همین بعد نوار ساختکاری رژیم رحمانوف و دیدید که برنده که در شبکه میل نشان میدهد او چیکار میکند، او همون خشه های انگور و دستش میگیره بدون قیچی بدون یگان چی چیکار میکند، انگور رو از همون چایلابو میگیرن. اما رحمانوف با پسرش که باشن قیچی ها در دست، چون که آنها مختشیدگن از لنتبری خلاص کردگیان و چیکار کردن، باز همون قیچی عادت پیشکینه باید بروند یگان ساختکاری کنن. و امروز من در شبکه میل تماشا کردم و ساختکاری های این رژیم رحمانوف و هموطنان عزیز نشان بدیم که شما دیگه باور نکنید رژیم اینها همش ساختکاری هستند و در چشمای مردم با همین تلویزیون های دولتی خودشون چیکار میکنن، با چشمای مردم خاک میفشپن و نشان میدن که در چیله زمستان در بیرون چی انگورای مردم گویا هستن. در اصل بگیریم انگورا را یک ماه پیش یا یک هفته پیش اومدن چیکار کردن، پیش سفر رحمانوف اومدن در اونجا کشول کردن و رحمانوف قیچی به دست و همراه پسرش چیکار کرد، اومد بچه با تلویزیون ها نشون داد که گویا که اینها چیکار هستن، دهقانای اصیل هستن که تا امروز اینها انگور رو نگه دارن. و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.